برای سیاه‌سفید کردن عکس ابتدا نرم افزار پیکسل لب رو از گوگل پلی دانلود میکنید و در قسمت گالری عکس رو ظاهر میکنید. تو این قسمت گزینه فرام گالری رو میزنید و عکس رو ظاهر میکنید. بعد از اینکه عکس رو ظاهر کردید تیک رو فعال میکنید و در قسمت فیلترها گزینه فیلتر رو میزنید و آخرین فیلتر رو انتخاب میکنید و این فلش رو تا انتها میکشید تا عکس به این صورت سیاه‌سفید بشه. دوباره مجددا تیک رو فعال میکنید و در قسمت بالا گزینه فلاپی رو میزنید و با گزینه دوم عکس رو سیو میکنید به این صورت. ممنون میشم کانال من رو سابسکرایب کنید و همچنین زنگوله رو فعال کنید تا برای ویدیوهای جذابتر با خبرتون کنم.